ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار ششم از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هایجا. و در یک حجره یک کنج مزار 3 درویش به عبادت مشغول بودند. دعای رفع بلا می خواندند و بران رین کمان به پراندن و نیزه به خلاندن تیار حجره ها را تفتیش می کرد و یک دسته عسکر از دنبالش می گشت و به همان حجره کنج رسید و دری چوبینی آن را لغت زده گشاد و درویشی که رو به در داشت خشتی پخته زیر کنش را برداشت و جان حول با تمام قوت به پیشانه رینی کوفت و بران یک مرگ شد و دسته که دنبال او بودند درویشان را تیرباران کردند. مولا نصرت با ازدحام مردم که سلاح‌ها چون لیبا الوانج می دادند از ریگستان جانب چوپانتا روان شد و سربازان عقب گشته جان گرفتند. در جلوی ازدحام ایستادند و انبوه آدمی به هیجا رسید. از یک طرف مدافعان با تیر و کمان کهنه، شمشیر، نیزه، تبر، خاده و سربازان سرسپرده و مردم جنگ ندیده، از طرف دیگر توپ، پولمیات، پنجتیره های نو برآمد و عسکری ورزیده جنگیده و شهد غلبه چشیده و مقاومت شدید آغاز یافت که 2 روز دوام کرد. 2 روز مولا نصرت به دشمن مجال پیش آمدن نداد و 2 روز زنها به مردها خوردنی و نوشیدنی بردند. 2 روز گلوله های توپ در آستانه و روی بیناهای کنار شهر به ایست ترکید. 2 روز به صدای یک کتیر تیر مسلسل پولمیات جواب داد و در روز 3 اول عسکری سواره و بعد عسکری پیاده دشمن به شهر درآمد و کاوفمن به امپراتور اعظم برقیه داد. کهنه‌ترین و مشهورترین شهر آسیای وسط، مرکز مسلمانان سمرقند که افتخار از تاریخش دارند، پیش پای شما سر ماند و دروازه برای عسکران با شرف و غیور شما گشاد و مدرس مولا نصرت به شهادت رسید و کله مناره مدرسه بیبی خانم پرید و بازار کلان شهر را آتش زدند و در سر منار مدرسه ها، مسجد ها، مزارها پاسبان ماندند و پولمیات استوار کردند و در چارسوها عسکرها لنگر پرتافتند و روزانه در کوچه ها و شبانه در کازارمه ها ترانه می خواندند. در صحرا پخته را شتر پایمال کرد. در شهر گوشی بافنده را بریدند. در سمرقند لشکر دولت تارمار شد. از میدان امیرزاده گریخته نزد پدرش آمد. حاکم از عهده حفظ وطن نبرآمد و گنرال کاوفمن با مراجعت همه دروازه های شهر باید گشاده باشد، سوداگران در دکانهایشان ایستند و سودا کنند، کاسبان و کارگران از پی کار خود شوند. آدمان با آبرو پیش دروازه مرا پیشواز بگیرند. ارمی پادشاهی من آق پاشای روسیه به سمرقند می درآید و اردو را می گیرد. آنها دشمنان را می زنند، اهالی را نمی رنجانند.
در مسجدها دعا کنید که عمر پادشاه روسیه فاتح همه خلقها دراز باشد. به شهر در آمد، ولی زور امیر به قاصد رسید. قاصد بیروزی از روی وظیفه خبر آورد: داد و بیداد، صیقل روی زمین شهری سمرقند به دست اوروس گذشت. امیر از جای نشستش از تخت داد زد، اما از جا خیستن نتوانست. از دهانت باد برد شوم خبر، این شوم خبر را سر زنید. و جلادان او را برداشته بردند و امیر نالش کرد: خدا جانم را می گرفت، بهتر بود از آن که سمرقند را گرفت. و اکابر دربار به مثل سله و جامه های فاخرشان خاموش ایستادند و چشم به فرش خانه و گوش به دهان امیر داشتند. امیر بیچاره بود، سخنش آهنگی امیرانه نداشت. بلا قایم شد: چیکار کنیم؟ رأی شما چیست؟ خاموشی. گویا اینها نفس نداشتند و نفس نمی کشیدند و نهایت دو سه صدای برآمد، صداهای بی‌جرأتانه و نحیف و نیمشنوا. امیرم بهتر می دانند. امیر پکر بود. با اوروسا صلح کنیم میگویم. سلطها به این ترتیب آمدن گیرند، فردا بخارا هم از دست می رود. حاضران سکوت کردند، بعضی ها خردمندانه، بعضی ها مغمبرانه. وکیل از بیک کتاب مسابقه بازارکان که بین سمرقند و مسکو رفته‌های مرتبی داشت و حال اقتصادی، سیاسی و حربی هر دو طرف را خوب می‌دانست، یخی خاموشی را شکست. الحق امیرم بهتر می‌دانند، ولی باقی این بنده عاجز صلح در عین زمان به فقرای بخارا سخت گران می‌افتد. بنده اخباری دارم که گنرال گوبرناتور ترکستان تاوان بغایت زیاد طلب خواهد کرد. امیر لقمه پرتاف: جنگ بی تاوان نمی شود، لیکن تاوان از تاوان فرق دارد. گنرال تاوان میان شکن دعوا می کند. در 2 سال خلق 3 بار اندازه علاوه داد، یک اندازه نو را برداشته نمی تواند. بلوا می خیزد. البته رای امیرم است. جنگ درون خانه بدتر است از جنگ بیرون خانه. آداب تعظیم بجا آورد عثمان بیگ، سردار سپاه سواره. به خلق از تاوان جنگ کردن سبک می افتد. مثالش خلق سمرقند به پا خیستند، قیام کردند، تکیه به مهربانی های خدا و دستگیری خلق با کافران جنگ می کنیم. جنگ بهتر از ننگ بیناموسی. و جامه های فاخر و سله های شاهی که حضور داشتند چشم از فرش برداشتند. به امیر و به عثمان بیگ نگریستند، ولی نه تصدیق کردند و نه رد. این فرقه منصبداران که در همه دور و زمانها بودند و هستند، همیشه عقیدهشون را روشن نمیگویند، پنهان می‌دارند. برای آنها فکر و عقیده نی، منصب ننگ و ناموس است و به منصب سجده می‌کنند و کار برار گیرد از همه پیش دست به سینه می‌زنند که ما کردیم، و اگر کار برار نگیرد باز هم آنها از همه پیش دست به سینه می‌زنند که در وقتش ما گفته بودیم و مردمی از تگه بیخبر باور می‌کنند و آنها در هر حالت از آب خشک می‌برآیند. در این لحظه خاموشی که در و دیوار انتظار جواب ثواب بود، امیر بیچاره حالانه به توقزبا نگریست. وی تقایش بود و فقط به او باور داشت و توقزبا با اشاره تصدیق سر جنبان. امیر قبول کرد و عازم جنگ شد و با اهل رقاب به زیر بلاغ رفت. در زیر بلاغ 6000 سپاه پیاده و 15000 سرباز سواره و 14 دسته توپزن غون آمده بود و امیر به سر بلندترین دنگی برآمد و پاها در رکاب اسب استوار نمود و قامتش را راست گرفت. مسلمانان، شهبازها، غازیان دین و شریعت، روزی سخت آمد به سر ما.
کفار جان و مال ما را غارت می کند. ما دست صلح دراز کردیم. وی 120,000 طلای خالص تاوان دهید می گوید. شما دلاوری کنید، جان سپاری کنید، عسکر عروس را شکست دهید. من همان 125,000 طلای خالص را به شمایان می دهم. خلق امید به شما دارد. خدا یارتان و بهاویدین بلاگردان مددگارتان. و لشکر اسلام غریو برداشتند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و هنگام میداندار خدا به مثل آن که 170 سال قباحت و جنایت و ستمگری منقید را از عرش اعلی تماشا میکرد، همچنان تماشابین بماند. و حضرت بهاویدین بلاگردان چون هر وقته بلای را از سر مردم بر نگرداند. و دانشمند دستمراد مهندس جان میکاهاند که سبب این قضیه را بیابد و به گوش مردم برساند. و او تحقیق میکرد و مینوشت. فرمود خداست که از تو حرکت، از من برکت. در عالم روشن کس به حرکت روی برکت را ندیده است. اما بعد امیران زمان و وزیران دوران ما حرکت برای آبادی ملک و آسایشتگی رعیه را فراموش کردند. فقط انبار کردن برکت را پیش خود می دانند و شعار بهاویدین بلاگردان دل بیار و دست به کار بوده است. ولی این صاحب قیران و جهانگیران بیار دلبستگی و به کار دلگرمی ندارند. کارخانه نمی سازند، به کاردان مزد زحمت نمی دهند و حرکت میدان و فضا ندارد و کار قدر و خریدار و طلبگار ندارد. و امروز نهرهای قدیم کور شده است، نهر نو نمی برارند. زمینهای کارم شورزار و سنگلاخ گشت، نگاه بین ندارد و زمینهای نو نمی کشایند. آب رود مجرا دیگر کرده است، درغات و آبشکنها فترات شده است و کسی پی تعمیرش نیست. باغ‌ها خشکیدند و از راه‌ها خریداردار گذشته نمی توانند و هنر معماری به فراموشی رفت و عقل و قوت و وقت خلق به کارهای بی‌برکت و زودگذر صرف می شود. جا و هدف و مقصد بزرگتری ندارند و نمی یابند که برای رسیدن به آن زحمت کشند و عقل تیز کنند و جدل بکنند و فعال بشوند و اسباب کار و روزگارشان را تکمیل بدهند و هنرها و اختراعکاری‌ها و پیشرفت‌ها از نسل به نسل بگذرد و صیقل یابد و باعث کشفیات‌ها بگردد و زینه به زینه بالا برود و قبض به آبادی برسد. و در همین مورد روزمراد با لباس نظامی به حوله او درآمد و از آستانه دروازه آواز برآورد. کسی هست؟ خدمتگار از صابت دویده برآمد و استقبال کرد و برد او را به خانه دوست مراد. دوست مراد از نوشتن دست برداشت، از جای خیست و روزمراد را آغوش گرفت. کدام شمال پران؟ شمال دیدار شما. و آنها سری خان تخته نشستند. روزمراد احوال پرسید. شما در زمانهای ناتنج چی حال دارید؟ حال ما همین که می بینید. زورمون به قلم و کاغذ می رسد. بیهوده خودتان را عذاب می دهید استاد. شاید، اما امیدی داریم که فردا کسی خواند و عبرتی بگیرد. خواندن و عبرت گرفتن در ملک‌های دیگر هست، ولی در بخارا نیست، در خیوه و قوقند هم نیست. اگر می بود خردنامه و پندنامه و سیاستنامه و دیگر کشفیات بزرگان ما 700-800 سال در تهخانه ها، در صحیفه کتاب ها زیر چنگ و غبار نمی ماند. باز شما آگاه ترید. آگاهم و می خواهم دیگران را هم آگاه بکنم که چرا ما به جهل مرکب گرفتار شده ایم. سببش چیست و کیست؟ خدا به شما قوت دهد. اما من با سپارش دیگری آمدم. سپارش کی و چی؟ با سپارش انیقش با التماس عبدالملک. من الحال در خدمت عبدالملک هستم، نوکر خاصش. معلوم خاص و عام است که امیرمان
تدبیر دولتداری ندارد. ما و شما هم می‌دانیم که در وقت‌های آخر فکر و ذکرش تماشای تعظیم زمین بوس، گرفتن تارتق و پیشکش، شمردن سناج‌های طلا و نقره، بازی دار و پخش کن و برید سرش را گیرید، برید 4 دران کنید. همین است همه حکمت دولتداریش. عروس زیر کرده آمده است. هر هفته مضافات و شهری را می گیرد. از میدان پیش از همه سرداران سپاه می گریزند. سربازان تیت و پریشان. اشور 500 قهر کرد، به نزد عبدالملک آمد. ما هم یک توده نوکران طرف عبدالملک گذاشتیم. وی هم ناراضی، نیت قیام کردن دارد، هم مقابل عروس و هم به مقابل پدرش، و من را نزد شما فرستانید. چرا نزد من؟ من لشکر ندارم، سلاح ندارم و تنگه و طلا هم ندارم. امیر در زیر بلاق لشکر اراسات جمع کرده است. از آن طرف عسکر عروس به مرز زیر بلاق رسیدگی. عبدالملک می خواهد بداند که اگر در همین حالت علیه هر دو طرف لیوا بردارد برد می کند یا بای می دهد. یعنی که شما به ستاره ها بینگرید و ببینید که طالعش نیک است یا نه است. من پیشبین نیستم، ولی نیستم. پیشگویی کردن نمی توانم، اما از تجربه تاریخ انیق می دانم که این امارت محکومی زوال است. به امیر هم دخل دارد، به پسرش هم. محاربه زیر بلاق 1 ماه ایون سال 1868 سر شد و در این محاربه بار نخست در جنگ‌ها با عروس لشکر بخارا اهلانه و مردانه جنگید. دشمن را شکست داد و عقب گرداند. 3 بار عقب گرداند، ولی غالب آمده نتوانست. عقبگاه سست و سلاح کهنه بود. تأمینات و مدد مرتب نمی رسید و سرکرده های سپاه با اصول توده هجوم می جنگیدند. یک برتری داشتند، شمارهشان زیاد بود و دشت و دمن بین زیر بلاق و کتقرغان 3 مراتب از دست به دست گذشت و در این پارچه زمین یک وجب خاک آباد نماند. توپها تگرو کردند، اسبها زیر سم کشیدند، پیاده ها کندند و دریدند. عاقبت عسکر روس غالب آمد و امیر به مغلوبیت تن داد و او با ملاحظه جنگ را دوام دهم، بی تخت و بی حرم میمانم. به تقویش تقسبا 1 خط و 1 لیوای سفید داد و وکیل کرده نزد گنرال گوبرناتور فرستانید و در خط نوشته بود: به من باشد، همین روز تخت بخارا را به شما میسپارم. خودم با اجازت شما به زیارت مکة الله می روم، لیکن بخارا به دست من نیست، به دست ملا هاست. و دهانی به تقسبا دستور داد که هر شرطی گذارند قبول کند و متن عهدنامه صلح را در کانسلاری گنرال گوبرناتور نوشتند. عهد و پیمان چنین است که امارت بخارا تاوان جنگ را نقد می دهد. همین زمین هایی که پای عسکر امپراتور اعظم روس رسیده است، از این روز به بعد تابع دولت پرشوکت روسیه است و امارت بخارا عهده‌دار است که سپاهش را از بودش زیاد نمی کند و سلاح نو نمی سازد و از بیرون سلاح نمی خرد